اسم من سائم جعفری است. در قرآن میفرمایند که اونهایی که در راه خدا شهید میشن نباید ما فکر کنیم که اونها مرده اند، بلکه اونها زنده اند و پیش پروردگار خودشان دارن روزی میخورن. امروز ها چون سخت‌ترین خبر در عمرمون رو شنیدیم، اون کوهی که در مقابل این حوادث ها، در مقابل این مشکلات ایستاده بودن، ایشون به شهادت رسیدن. مثلا دشمن فکر کرده که شاید امام رهبرمون رو شهید کنیم و دیگه انقلاب جلو نخواهد رفت، ولی اصلا نباید این فکرها رو بکنه، چون اگه بعد بگیم که اگه یک خامنه‌ای شهید شدن، ایشون پشت سر خودشون 100 تا خامنه‌ای ها رو آماده کردن که این انقلاب رو جلو خواهند برد. و ما هم نباید این فکر رو بکنیم که چون ما شهدا رو از دست میدیم یا شهدا رو داریم میدیم، نباید این فکر رو بکنیم که اینا به اسلام ما به ما ضرر میرسونن. نه، این شهدا هستن که یعنی از این شهادت ها ما در افتخاریم، یعنی با افتخار زندگی میکنیم. و این که دشمن میخواد که این حسرت در دل ما بمونه، ولی چون قرآن اینا رو محکم جواب داده و گفتن که لیجعل الله ذلک حسرت فی قلوبهم، یعنی این حسرت در دل اونا میمونه. یعنی این ما نگذاریم که این حسرت در دل ما بمونه، بلکه این باید در دل دشمن ما این حسرت باید بمونه. بگیم که لبیک یا خامنه‌ای، لبیک یا مهدی.